برای چی فکر نکردی که من خدای دارم که اون من دیدی ایستاده است؟ برای چی فکر نکردی من ملائکه های هست در کتف چپ و راستی من که من دیدی ایستادی است؟ چون شرمی از خدا نکردی؟ اکنون داد میزنی؟ اکنون فریاد میکشی؟ منوی پاستا برای با قوت کردن مردانگی و فایز مردانگی را زیاد کردن و کسلی بیماری پروستات خانه گرفتگی و غیره ها. سمیوان برای بزبالش شوی فربه شوی و با قوت کردن مرد. مینوکسیدیل برای موی سر رو حفظ کردن و کسانی که ریش ندارند میخواهند ریش برارند. سپری برای پشم بدن رو نیست کردن و کسانی که میخواهند پشم بدنشان رو نیست کنند. روغن سیادانه ارگینال آوردگیم از بغرض مرگ به همه کسل دوا است. مرحمت زکس کنید دستفکه تا مترو را بپو برای امروز عزیزان من کسلی فکری، کسلی های سوزاک، کسلی از همه دهشتناک خطرناک دید تمام عالم را مانندی ابر تیره پهن کردی ساده فرا گرفتی ساده. این اثر چیست؟ این اثر زنا، این اثر بی‌حیایی است، این اثر فاحشگی. امروز تمام دنیا با همه بایگری‌هاش و با همه متخصصات برای پیشگیری این وبا، این درد بی‌دوا کوشش دارد، اما نتیجه دلخواه ندادی دارد. آره، اگر برای سفید دوایی هم یابند، پروردگار باز وبای را بالای این بندگان زیناگارش میفرستد که باز طبیبا از دوایی و عاجز میشوند. همون خدایی که بعد از سیفلیس و سوزاک سفید پیدا کرد، باز بعد از سفید دوا باز دردی میفرستد که او هم باز به دوا. برای چه عزیزان من؟ سوال وارد می شود چرا دولت های ابرقدرت دنیا پول خرج کرد ایستادیان، داروها استحصال کردن برای پیشگیری سفید تا اینکه این وبا را پیش بگیرد، اما از همه دوای آسان، از همه داروی آسان داروی قرآن است، اون نمیخواهند جاری شود. زیرا که مقصد اونها جامعه را هلاک کردن است، مقصد اونها انسانها را بی‌حیا کردن است، بد اخلاق کردن است. مقصد اونها تبابت نیست. بهترین دوا دوای قرآن است. بهترین دوا قانون خدا را جاری کردن است. بهترین دوا برای زینادارها حکم خدا را جاری کردن است. اگر یک زینادار سنگسار کرده شود، با واسطه تلویزیون و آینه نیلگون نمایش داده شود، هزارها آدم از این کار باز می‌ایستند. این هیبت دارد. اما افسوس مقصد اینها این نیست که پیش زنا را گیره. مقصد اونها پیش زنا را کشادن است، فقط پیشگیری بیماریش، اما این به اونها نمیرسد. عزیزان من، جنت پروردگار با همه زیبایی هاش برای بندگان مومنش آماده کرده است، اما این جنت مرد زناگار و زن زناگار نمی‌دارد. در بعضی اخبار آمده است من زنا بامرأة متزوجة كان عليه وعليها نصف عذاب هذه الامه. جوانای عزیز، مادرای عزیز، خواهرایی که ندای من میشنوید، در بعضی اخبار آمده است شخصی که خواه مرد و خواه زن، این شخصی که زنا کند با زنی شوهردار، این زن شوهر دارد اما به این راهی فساد مبتلا گشته، شخصی به زنی شوهردار زنا کند، پروردگار بالای این مرد و این زن نصف عذاب این امت اسلام و روز قیامت بار میکند.
فإن الله سبحانه وتعالى يحكم زوجها على الزاني في حسناته. روز قیامت پروردگار شوهر این زن است که از این کاری خانوش بیخبر بود، روز قیامت بالای این مرد زانی ده حاکم میگرداند. پروردگار میگه بنده من، این ناکس در خانم تو خیانت کرد، در ناموس تو خیانت کرد، الان همه ثوابهای او در اختیار تو. ثوابهای مردی زناگار او شوهری زن میگیرد و گناههای او رو در بالای این گناهاش بار میکنند، اینو در دوزخ سرنگون میپرسند، به شرطی که این شوهر از رفتار خانمش خبر نداشته باشد. اما اگر شوهر باشد که از رفتار خانمش خبردار است، میداند که زنش به همین راهی فساد رفت ایستاده است، میداند که دخترش به همین راهی فساد رفت ایستاده است. معلوم است امروز بسیاری از ما مسلمانان میدانیم که خانم‌هامان یا دخترهامان یا خواهرهامان به این راهی افراط رفت ایستادند، اما سکوت کرده ایستادیم. شاید این سخن من با بعضی‌ها سخت رسد، اما این حقیقت است. حضرت چی گفتن؟ اما اذا علم و سکت، اما دانه که خانومش به همین راهی بد رفت ایستاده است و سکوت کند، چیزی نگوید، فقد حرم الله علیه الجنت، خدا برای این شوهر، برای این پدر جنت حرام گردانیده. برای چی؟ برای اینکه وقتی که پروردگار بهشت آفرید با همه زیبگی‌هاش، در پیشگاه طاق جنت نوشت یا جنت انت حرام علی الدیوث، ای جنت تو برای دیوس حرامی. دیوس کیست؟ الذی یقر سوء فی اهلی، شخصی میدانه که خاندانش خواه زنش، خواه دخترش، خواه خواهرش به همه راه افراط میرود، اما سکوت بکنه، چیزی نمیگوید. یسکت ولا یرضی، غیرت ندارد، ناموس ندارد. برای این تو مرد به ناموس عزیزان من جنت حرام است. وقتی که این مرد زانی یا این زن زانی را در روز قیامت در پیشگاه پروردگار حاضر می آورند، جوانای عزیز خیال نکنید که ما در شهرهای روسیه هستیم کسی از ما خبر ندارد. خیال نکنید که کسی این کاری ما را نمیداند. پروردگار همراه شما هست، ملائکه ها همراه شما هست، اعضاهای بدن شما بالای شما شاهد است، زمین در بالای شما شاهد است. روز قیامت روز است که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. خدا زبانها را مهر میزند، اما دستای شما، پاهای شما بالای شما شاهدی می‌دهد. شما خیال نکنید که این کردار ما پوشیده نیست. در پیشگاه خدا که محاکمه مرد زناگار و زن زناگار می شود، جنایت او بالاشتی که اثبات شد، پروردگار امر میکرده است ملائکه های معکل به دوزخ خذوه، این گیرید، در دست و پای او زولان معیشت، ایمان خدا از دست دهید. تفسیر قرطبی میخواندم، سوره مبارکه نور آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الزانی لا ینکحها الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. همین آیت آمد. پروردگار در این آیه مبارکه میگوید
مردی که زناگار است برای وی نکاح کردن دخترهای عفیفه مؤمنه حلال نیست. زنی که